به نام پروردگار شنوای بینا. عشق هست، خدا هست. یکی از پرسش هایی که خیلی پرتکراره و واقعا ذهن خیلی ها رو به خودشون مشغول کرده این هستش که چرا بعضی از آدم ها وارد مسیر خودشناسی و مراقبه مدیتیشن میشن، جذب گروه ها، مسلک ها، نهله های مختلف میشن. ببینید، وقتی بدن انسان در اون مسیری که طبیعت براش طراحی کرده و طبق اون بایستی کار کنه، از طبیعت خودش دور میشه. به اندازه‌ای که دور میشه یک آلارمی داره، یک چراغ قرمزی داره که اخطار میده و اون درد هستش. زمانی که روان انسان از همترازی، همسویی با اون منشأ و منبع حیات خودش، از اونجایی که زندگی میاد خارج میشه، به اندازه انحرافش دچار رنج میشه. درد مال بدن فیزیکی منه که به هم میگه یه مشکلی اینجا هست و رنج چراغ قرمزی هست که میگه در روان تو یه چیزی جای خودش نیست، یک خطا، یک باگی وجود داره. زمانی که انسان ها ما آدم ها هویت های مختلفی داریم دیگه. هویت بر اساس داشته ها داریم. زمانی که آدم هایی که به دنبال داشته ها، دستاورد ها، موفقیت های دنیایی هستند و توی این مسیر موفق نمیشن و به طور کلی همه انسان ها در مسیری که در بیرون دارن و در دنیای اشکال سه‌بعدی، این دنیایی که ما توش قرار داریم، دنیای ازداد، به دنبال دستاورد هستیم. میخوایم داشته هایی داشته باشیم و بر اساس اون داشته ها خودمون رو معرفی بکنیم. یک روزی همه شکست خواهیم خورد. زمانی که سایه مرگ روی ما میفته، سن 50 سال 40 سال رو رد میکنیم، متوجه میشیم یک چیزی هستش به نام مرگ که همه دستاوردهای مادی، معنوی و هر آن چیزی که ما به عنوان هویت بخوایم اون رو باهاش خودمون رو معرفی کنیم، همه رو دود میکنه، پودر میکنه و از بین میبره. بعضی ها هویتشون بر اساس شدنه، میخوان کسی بشن تو این دنیا، به یک مسندی برسن، سریع تو سر و در بیارن، دانشمند بشن، هنرمند بشن، سیاستمدار بشن، حالا استاد معنوی بشن. همه اینها هم در این دنیا فانی هست و هیچ کدوم اینها اون آرامش راستین و واقعی رو به انسان نمیده. چرا؟ چون مطابق با هویت واقعی انسان، هویت راستین انسان نیست. و یک هویت دیگه داریم به نام هویت بر اساس بودن، یعنی انسان بر اساس آنچه هست و شناخت هستی خودش رو معرفی میکنه. خب ما دنبال کدوم هویت ها هستیم؟ هویت بر اساس داشته ها که برها یه دزدی میاد، زلزله میشه، آتش سوزی میشه، یا با مرگمون این داشته ها ما فقط امانتدارشون بودیم، متعلق با ما نیست، پس هویت من نیست. یه چیزی که به دست آوردم، آنچه که به دست بیاد از دست هم خواهد رفت. آیا این چیزهایی که بر اساس شدن هست میتونه هویت من باشه؟ اینا نمیتونه باشه. هویتی که بر اساس بودن هست از مجرای مراقبه و خودشناسی حاصل میشه. اون چیزی که من هستم، که در پرسش من کیستم انسان میتونه بهش
برسه. مراقبه و تفحص و جستجوی من کیستم راههایی هستن که ما رو میتونن به هستی خودمون، به چیستی خودمون هدایتمون بکنن. رنج عاملی هستش که انسان رو به سمت اون هویت راستین خودش که بر اساس بودن هست هدایت میکنه. انسان ها یا میخوان بر اساس شدن یا بر اساس داشته ها حرکت بکنن، چون ذهن انسان اینها رو میدونه. ذهنیت انسان بر اساس دنیای مادی و دنیایی که توش قرار داره شکل گرفته، اما هستی انسان کامله. همه آنچه را که انسان به عنوان یک انسان نیاز داره و فکر میکنه کمال مورد نیازش هست در اون وجود داره. علت رنج انسان این هستش که آنچه که در درونش خودش هست رو در بیرون دنبالش میگرده و این جستجو در بیرون انسان رو با شکست و رنج همراه میکنه و اون رو به هر حال به سمت خودشناسی از طریق استاد، کتاب، منابع مختلف هدایت میکنه. رنج یا درد روانی استاد بزرگیه که همه ما پای درس اون نشستیم تا یک روزی هدایت بشیم به سمت منبع حیات و هویت اصلی خودمون. پس رنج میتونه بد باشه اگر با ذهنی محدود و کوتاه‌بین بهش نگاه کنیم و رنج میتونه مقدس باشه اگر باعث هوشیاری و بیداری معنوی ما و کشف خود راستین ما بشه. سپاسگزارم.